الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل از هر چیز خداوند منان را بسیار سپاسگزاریم که به همه ما و شما توفیق و لیاقت بندگی عنایت فرمود. تشکر دوم از شما مردم و اهالی بسیار خوب و خصوصاً جوانان غیرتمند این جزیره که ما رو در جمع خودتون لایق دونستید و به ما اجازه سخن گفتن دادید. نهایت تشکر و قدردانی از شما برادرای بزرگوار و محترم می شود. در قسمت سوم یک تسلیت هست و در قسمت چهارم یک تبریک و تهنئت. اول تسلیت بگیم بعد تبریک میگیم. همونطور که قرار گذاشتیم در جلسه های قبلی، این که در مراسم های عروسی تنها صحبت از عروسی و رسم و رسومات و برنامه های عروسی دیگه نشه. در یک عروسی، 2 تا عروسی، 3 تا عروسی این صحبت ها بشه، در جاهایی که نشده بشه. اما هدف ما از این حرکت ها و برنامه ها ملاقات و دیدار و تشکیل چنین جمع باصفایی از برادرای مسلمان و خواهرای مسلمان هست که در این دیدار مسائل دینی، درد دلهای دینی، مشکلات جامعه که یکیش مسائل عروسی است. ما تنها عروسی نداریم، تنها مشاکل و بدعت‌های عروسی نداریم، بلکه در همه زمینه ها ما معضلاتی داریم که جامعه ما را فلج کرده و از تعالی و ترقی نگه داشته. در مسائل فرهنگی مشکل داریم، در مسائل معنوی مشکل داریم، در مسائل اقتصادی مشکل داریم، در مسائل بهداشت مشکل داریم، در مسائل عمران و آبادی مشکل داریم، در مسائل عزاداری مشکل داریم، در مسائل شادیمون مشکل داریم. در همه مسائلمون ما معضلاتی داریم که حرکت این امت رو به سوی تعالی و ترقی و رضای خدا کند کرده، در بعضی جاها فلج کرده، اصلا مختل کرده امت رو از حرکت به سوی ترقی و رضای خدا. وقتی میگم ترقی، فقط یک ترقی برای انسان وجود داره، اونم رضای خدا. اگر انسانی بتونه به رضای خدا برسه، اون انسان مترقی است، اون انسان به ترقی رسیده و متمدنه. نه اینکه انسان به معصیت خدا برسه و زندگیش با معصیت خدا و خشم خدا ختم بشه. هرچند که مترقی و ادعای فرهنگ و سواد هم بکنه، اون خیلی بدبخته.
خیلی عقب مونده است، خیلی متخلف و رجعی است. تشخیص نداده که فرهنگ و تمدن و ترقی یعنی چی. این که ماده از معنا سبقت بگیره، این که بدن از روح من و تو سبقت بگیره، این ترقی نیست. مواظب باش که ماده زندگیت از معنای زندگیت سبقت نگیره، بلکه ماده و معنا هر دوتا همگام و همقدم با هم چه حرکت بکنن. و کاری نکن که دنیات از آخرتت سبقت بگیره. پیشرفت در مسائل دنیوی، اما تخلف. دنیا تو به اوج رسوندید، اما آخرتت وقتی نگاه میکنید صفره. در دنیا صاحب بازارهایی شدید، بازارچه هایی شدید، اما در آخرت صاحب یک مغازه هم نیستید. من یه چرخی زدم داخل قشم، اصلا یک خیابون کلن فقط وسعت بازارها و بازارچه ها، با اون شیشه های رنگی، با اون چراغ های براق، با اون رفت آمدهای عجیب و غریب، اینها دنبال کدوم ترقی هستن؟ مگر نیاز انسان ها فقط همینه؟ یک تسلیت به عموم اهالی جزیره، بالاخص یعنی اول به عموم مسلمان ها، دوم به اهل جزیره. فقدان و درگذشت مفتی اهل سنت در جزیره و اون کسی که حلال مشکلات مردم میکرد، فتوای مردم پیش اون یافت میشد، درگذشت شیخ محمد شریف صالحی رمکانی، که این شخصیت برای همه شما شناخته شده است. واقعا جا داره که همدیگر رو تسلی بدیم، چون موت العالم موت العالم، مرگ عالم مرگ عالمه. در جامعه‌ای که عالمی نباشه، در جامعه‌ای که افرادی نباشن که امر به معروف و نهی از منکر بکنن، در جامعه‌ای که معلمین دلسوز، مربیان و مصلحان دلسوز نداشته باشن، اون جامعه فاقد حیاته. اون جامعه با گورستان و قبرستان تفاوتی نداره. نبض جامعه و حیات جامعه و رونق جامعه نه تنها به علم، بلکه به وجود علمای ربانی است که به علم حیات بدن. در جامعه‌ای که علم باشه اما عالم نباشه، مثل ماشینی است که ماشین باشه اما راننده نباشه. ماشین داریم، راننده نداریم. قرآن و سنت داریم، کتابخانه ها پر از کتابه، اما عالم نیست که این کتاب ها رو و این نوشته ها رو به طور زنده و متحرک حرکت بده. در تسلیت ها چه باید بگیم؟ وقتی یک عزیزی، برادر و خواهر مسلمونی فوت میکنه، به رحمت خدا میره، وقتی میرید پیش بازماندگانشون فقط 3 جمله رو میتونید بگید: اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. 2 جملهش برای خانواده است و بازماندگانه و 1 جملهش برای میته. چیزی که بازماندگان نیاز دارن در تسلیت ها و عزاداری ها 2 جمله است و چیزی که اون میت و متوفا نیاز داره 1 جمله است. 2 جمله‌ای که بازماندگان نیاز دارن: اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم. هر 3 تا جمله دعاست.
از خداوند درخواست میکنیم برای شما بازماندگان که خداوند اجر شما بازماندگان رو عظیم قرار بده. چطوری بازمانده یک میت وقتی میتی فوت میکنه چطوری بازماندگانش و باقی ماندگان اون میت به اجر عظیم میرسند؟ میدونی راهش چیه؟ اون باقی ماندگانی که صبر عظیم رو پیشه میکنند. الصبر عند الصدمة الاولی، و صبر زمانی با ارزشه که لحظه ورود مصیبت باشه. اما اگر یک هفته جزع و فزع و بیتابی و گریه و زاری و پریشانی، بعد از یک هفته که همه مشکلات خوابید و عادی شد، حالا میگه من صبورم. همچی صبری ما در فرهنگمون نداریم. صبر قدرتی است که لحظه مواجه شدن با مشکلات مسلمانو بلند میکنه از روی زمین، نمیگذاره که به زمین بیفته و درمانده و بیچاره بشه. صبر وسیله نجات از درماندگی و ذلت و بیچارگی است. پس زمانی خانواده میت برد میکنن، برنده میشن که صبر داشته باشن، اینجاست که مستحق دعا میشن اعظم الله اجرکم. وگرنه این دعا کارساز نیست. من برم به خانواده ای که میگم اعظم الله اجرکم، خدا اجرتون رو عظیم بکنه، میزنه تو سرش. دیگه ما کی داریم؟ دیگه نانآور خانواده رو از دست دادیم، دیگه بزرگ قبیله رفت، دیگه کی هست؟ کی برای ما مونده؟ پس اون چه کاره است؟ مگر نانآور خانواده پدر تو بود یا برادر تو بود یا روزی دهنده و رزاق من و تو هستیم؟ و رزقکم فی السماء و ما توعدون. اونه اصل قضیه، اونه. ما اصل رو رها کردیم، به فر چسبیدیم. اصل قضیه اونه. اعظم الله اجرکم، به شرطی که صبر باشه. صبر سه تا صبره. صبر بر طاعت خدا، این نیست که یک روز نماز بخونید، 2 روز نماز بخونید، 1 ماه روزه بگیرید، چند روز روزه بگیرید، 1 بار صدقه بدید، بعد سال دوم عوض بشید. صبر بر طاعت خدا. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خدا رو بپرست تا این که مرگ به سراغ تو بیاد. یک نواخت، یک رنگ، یک شخصیت، ثابت قدم، همیشه در راه طاعت خدا. دومین صبر، صبر از معصیت خدا. اگر صبر بر طاعت دارید باید صبری هم داشته باشید که نتونی معصیت بکنید. صورت یک زن خوشگلی که تو رو دعوت به حرام میکنه ارزشش بیشتره یا نگاه کردن به جمال نورانی خداوند در آخرت؟ خودمونیم، ما مسلمونیم که نگاه کردن به صورت یک زنی برای تو ارزشش بیشتره یا نگاه کردن به سیمای نورانی رب العالمین در بهشت خدا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. چشمی که در دنیا به حرام نگاه بکنه در آخرت از دیدار جمال جلال الله محروم و کور خواهد ماند. ممکن نیست که جسمی که معصیت خدا میکنه و نگاه به حرام میکنه بتونه جمال نورانی خداوند اون روزی که پرده بلند میشه بین خدا و بهشتیان، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتون رو در بهشت میبینید همون طوری که قرص ماه شب 14 زمانی که بدر تمامه اونو میبینید بدون هیچ ازدحامی. اعظم الله اجرکم، بازماندگان میت، اعظم الله اجرکم. دوم، این نقطه خیلی مهمه در عزاداری ها، بدعت های عزاداری و بدعت های عروسی ها.
زندگی ما یا خوشیه یا غمه. زندگی همه انسان ها از تولد تا مرگ یا خوشیه، دو قسمته، یا غمه. همه غم نیست، همه هم خوشی نیست. دوام الحال من المحال. حکیم گفته لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش انسانه هي الامور كما شاهدته دول من سره زمن ساعته ازمانه. زندگی فراز و نشیبه. و احسن عزاءکم، بازماندگان میت، خداوند تعزیه شما را نیکو قرار بده، طبق سنت قرار بده. بترسید از تعزیه ها و عزاداری هایی که مملو از بدعته. و احسن عزاءکم، باید تذکر بدیم که و از خدا بطلبیم، به بازماندگان بگیم خداوند عزاداری شما را نیکو و طبق سنت و رضای خدا و رسول خدا قرار بده. چقدر از عزاداری ها هست که عزاداری نیکو نیست. وارد خونه که میشی پرچم زدن دم در، یه پارچه سیاه نوشتن مرگ نابهنگام فلانو تسلیت میگین. کی گفته مرگ نابهنگام؟ یعنی خدا نمیدونه که هنگام مرگش رسیده که تو آمدید برای خدا تعیین و تکلیف میکنید و تفسیر میکنید مرگ نابهنگام؟ مگر اجل کسی وقتی میرسه تأخیر میکنه که تو تشخیص بدی هنگام داره یا نابهنگام داره؟ بعضی فکر میکنن پیری نشانه مرگه، هر کسی پیر شد میمیره. اینطوری نیست. که گفته پیری نشانه مرگه؟ خصوصا در این دور زمان که جوانی نشانه مرگه. جوانی نشانه مرگه. شما باور میکنید که در همین 2-3 هفته گذشته شاهد 50 تا جنازه 50 تا جوان در منطقه بودید؟ یک پراید با 6 نفر، فقط راننده کمی مسن بوده، 5 تا جوان در مسیر خمیر میرفتن. هر 6 نفر میرن زیر تریلی. بلا نسبت حضار بزرگوار، گل به روی شما، یک لاشه‌ای افتاده بوده در خیابان، در جاده اصلی. بعد پراید میرسه تو آبنما، یک دفعه مواجه میشه با یک لاشه‌ای، فرمانو میپیچه که از روی لاشه یک الاغی رد نشه، میره زیر تریلی. هر 6 نفر در جا که حتی یکی از جوانها دیگه اصلا مشخص نشد سرش چه شد، فرس شده بود، مغز سرش هم متلاشی شد. 5 تا جوان، یک پیر. این مسائل نیست. احسن عزاءکم. همینطوری که وقتی میایی به عروسی دست دامادها رو میگیرید، یه دعایی هست باید برای دامادها بگید، حتما باید بگید. وقتی هم میری سر قبرستون یا به خانواده‌ای که میتی داره، یک مسائلی هست که باید بگید. در عزاداری ها این اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و احسن عزاءکم. خیلی بدعت ها در عزاداری ها هست. اینکه باید بنشینن، باید غذا بپزن، باید غذا بدن، قرآنو ذلیل کردن سر قبر میذارن، ملا رو کرایه میکنن سر قبر میذارن که قرآن بخونه. مگر شربت دکتر، مگر دوا و دارو، مگر آمپول و سرنگ، مگر سرم؟ اگر شخصی مریض باشه بره پیش دکتر، آقای دکتر من مریضم، نسخه می نویسه، یا کپسوله یا قرصه یا شربته یا سوزنه، آمپوله یا سرمه، بهش میده. این آقا چه؟ هیچ کدوم از این دواها مصرف نمیکنه. میگه وقتی من مردم منو دفن کردی، سر همین شیشه کپسولی و قرص و آمپولا رو بیاید سر قبرم رو قبرم بریزید. به دردش میخوره؟ قرآن نسخه خداوندی است که تجویز کرده برای سلامتی انسان، سلامتی روح و روان، سلامتی فکر، سلامتی بدن، سلامتی دنیا، سلامتی آبرو، سلامتی اخلاق، سلامتی تقوا. قرآن یعنی مسئولیت.
یعنی امنیت. چرا به قرآن داریم توهین میکنیم؟ یک خانم باسوادی با شوهرش آمده بودن منزل، صحبت میکردیم. سر صحبت در آمد گفت که قرآن، یعنی من تصورم درباره قرآن اینه که قرآن فقط کتابی است که آدم میتونه فقط با خدا راز و نیاز بکنه، بس دیگه چیز دیگه نیست. چرا مردم و جوانان رو مجبور میکنه که این قرآن رو حفظ بکنن؟ حفظ قرآن چه ارزشی داره؟ گفتم یعنی تصور شما نسبت به قرآن همینه؟ گفت بله همینه. گفتم تو باور میکنید که قرآن رو به 100 قسمت اگر تقسیم بکنیم، در قرآن فقط آیات نماز رو اگر بگردید 2% قرآن درباره نماز صحبت کرده، 2%. اصلا ما در قرآن سوری به اسم سوره الصلات داریم جناب شیخ؟ من نمیدونم. سوری به اسم سوره الصلات نداریم. 32% قرآن درباره طبیعت، 32% قرآن فقط درباره طبیعته. سبحان الله. ما قرآن رو فقط برای سر قبل خوندن و تو تعزیه خوندن و الان جناب شیخ اینجا قرآن خوندن، شاید خیلی ها تعجب کردن مگر اینجا عزاداریه؟ ما دیگه نشنیده بودیم تو آخر الزمان سر مراسم شادی و عروسی قرآن بذارن که بوی ماتم ازش میاد. عروسی باید با قرآن آغاز بشه؟ عروسی باید با رقص و شراب و ساز و نغاره و معازف و دسته ارکستر شروع بشه و آلات موسیقی؟ عروسی با قرآن؟ نمیدونم. یک مسئله خیلی مهم، این 2 قضیه برای خانواده و بازماندگان میت. قسمت سوم این دعا در تعزیه برای خود میت. حالا میت خودش نیاز به چه داره؟ میدونیم میت نیاز به چه داره؟ و غفر لمیتکم. در اصل این هم برای خانواده میته و هم برای خود میته. و خداوند میت شما را بیامرزد. هر کسی مرد رفت زیر خاک یک جمله فقط لازم داره: خدایا بیامرزدش، خدایا رحمش کن، خدایا بیامرزش. 4 تکبیر در نماز میت داریم. تکبیر اول سوره الحمد، تکبیر دوم صلوات ابراهیمی، تکبیر سوم دعا برای میت. بعد مولا میگه که کاملترین و جامعترین دعا اینه: اللهم اغفر له وارحمه. همین 2 کلمه یعنی نیاز انسان در زیر این همه خاک. همین 2 کلمه نیاز انسان در دنیا و در آخرت. همین 2 کلمه. اگر خدا در دنیا ما رو مورد عنایت و لطف خودش قرار داد و در مسیر مغفرت و رحمت خودش قرار داد، در دنیا هم رحم شدیم، در آخرت هم رحم شدیم. اگر در مسیر خشم خدا در زندگی دنیا قرار گرفتی، در آخرت هم در مسیر خشم خدا حرکت میکنید و نهایتا ختم میشی به بزرگترین خشم خدا، جهنم خدا. حالا اگر رفتی سر قبرستان چه باید بگید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم و علما و صحابه تأکید میکنن که مردگان خودتون رو حتما در قبرستان مسلمان ها دفن بکنید. این خیلی سفارش شده. حالا اگر که جنازی بردید قبرستان، سر قبرستان چی بگید؟ برادران و خواهران مردگان که از ما گذشتن، سبقت گرفتن، در خانه برزخشون منتظر قدوم شما هستند. چشم انتظارن، دست و پاشون بسته، پروندهشون جمع شده، منتظرن که یک برادری رو به اونجا تشییع بکنید. و این 100 نفر 200 نفری که همراه جنازه میره، وقتی جنازه رو زمین گذاشتن، وارد قبرستان که شدن، همه پراکنده بشن، رو به قبرستان بیستن. تأکید و سفارش زیاد شده که
مسلمان ها مردگانشون رو جدا از مسلمین دفن نکنن، بلکه در متن قبرستان مسلمان ها دفن بکنن، در عموم قبرستان. چرا؟ یک علت داره. یک علتش برای خود میت فایده داره، یک علتش هم برای تمامی مردگانی که بر گردن زندگان حق دارن فایده داره. برای خود میت چه فایده داره که در قبرستان عموم قبرستان مسلمین دفن بشه؟ اینه که در ماه 3-4 تا میت واقع میشه، همراه هر میت حداقل 100 نفر مسلمان هست. وقتی رفتن تو قبرستان، اولین کاری که مسلمان ها میکنن یک دعای ورود به قبرستان هست، السلام علیکم. این دعای وارد شدن به قبرستان، السلام علیکم اهل الدیار من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، غفر الله لنا ولكم انتم السابقون و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی. این دعا برای میتی که خودش در قبرستان مسلمین دفن میشه. سلام بر شما ای خانواده های میت، ای خانواده های مؤمنی که در این خانه های برزخ و در این محله گورستان داری زندگی میکنید. چی؟ سلام بر شما، درود بر شما، سلامتی بر شما از جانب خدا باشد. این دعاست. سلام بر شما یعنی سلامتی در قبر بر شما باشد. این حسنشه که نصیب میتی میشه که داخل قبرستانه. وقتی 100 نفر 200 نفر 500 نفر در ماه 3-4 تا میت واقع میشه، همراه این اموات برن به قبرستان، همه بگن سلام بر شما ای خانواده های مؤمنی که اینجا در خانه برزخ زندگی میکنید. خداوند دعاشون رو مستجاب میکنه. هر 100 نفر من میگم 80 نفر دعاشون رد میشه، 20 نفر که مستجاب میشه. قسمت دومش غفر الله لنا و لکم، همون چیزی که میت نیاز داره. خدا ما زندگان رو مغفرت بکنه و شما مردگان هم مغفرت بکنه. دیگه چی؟ انتم السابقون، دلداری به اونها میدیم. انتم السابقون، شما از ما سبقت گرفتید به خانه برزخ و نحن بكم لاحقون ان شاء الله تعالی، و ما هم در آینده نزدیک هر وقت خواست خدا باشه به شما ملحق خواهیم شد. این به نفع خود میته. و یک نفع دیگه هم چه؟ برای عموم مسلمان ها داره که هر کسی رفت اونجا این سلام عمومی رو چه؟ برای اونها میکنه. پس هم خود میت منتفع میشه و همچنین کل اموات از این سلام و درود منتفع خواهند شد. امیدوارم که حیات علما برای ما با برکت و پربرکت باشه و ممات علما و درگذشت علما برای ما درس و عبرتی باشه. من اتفاقا در مسجد بازارم صحبت کردم چند روز پیش که برای تسلیت آمده بودم. گفتم شما تصور بکنید یکی از علمای بزرگ ما الان از دنیا رفت و اون همه خدمات علمی. چند تا دیگه دارید. شیخ عبدالرحیم خطیب کجاست؟ شاید دیگید که رفته سفر حج. رفته سفر حج. چون که رفته سفر حج امید دارید که زنده بر بگرده، دلتون محکمه. یه شیخ عبدالرحیم خطیبی هم دارید، امام جمعه محترم و با ارزش و ارزشمند خشم. و اگر به رحمت خدا رفته بود دیگه امیدی داشته باشید، داشتید که شیخ عبدالرحیم خطیبی داشته باشید. اصلا شما این دو تا دستان انگشتان دستتون رو اینطوری باز بکنید بشمارید، آیا علمایی که الان در این جزیره دارید به انگشتان دو تا دست من میرسه؟ بشمارید. بعد برید تو بازار نگاه بکنید، بازارهایی که تجار و بازرگانانی که دارید در جزیره به اندازه انگشت دو تا دست من میشه؟ میارید یا نمیارید؟ خیلی کم میارید. خیلی کم میارید. زمانی که استاد، پروفسور، متفکر، ادیب،
شیخ ابوالحسن ندوی، اون نویسنده توانا، اون متفکر عظیم جهان اسلام که از هند بود، به رحمت خدا رفت، دنیا عزادار شد. یک قرضاوی دیگه مونده، یک قرضاوی. محمد غزالی رفت، ابو قدره رفت، شخصیت‌های بزرگ رفتن. آیا اهل جزیره به فکر چاره‌ای هم افتادن؟ یا فقط میخوان مغازه ها و بازارچه ها رو درست بکنن و اسمشون تو تلویزیون مطرح بشه، بازارچه فلان داره تبلیغ میکنه؟ فکر نان کنید. حدی هست همینه، در خواهی شوی رهبر، برو در مسجد و منبر، کلام الله بخوان از بر، بگو صلوات پیغمبر. لا تنس نصیبک من الدنیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قول ثقیل. ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. به درستی که تو در روز تقلبات و حرکت‌های زیادی برای امرار معاش دارید، اما این حرکت در روز، ان لک فی النهار، برای تو در روز سبحا، تحرک و تقلب در دنیا برای امرار معاش زیاده. اما بعدش بلا فاصله آیه 4 واذکر اسم ربک و توکل الیه تبتیلا. بلا فاصله خودتو فارغ بکن. فاذا فرغت فانصب. اگر از دنیا فارغ شدی، خودتو در راه آخرت خسته بکن. همه چیز در رضای خداست. تلاش برای دنیا به اندازه نیاز، تلاش برای آخرت به اندازه نیاز. امیدوارم که خداوند خلق صالح به اولاد این شیخ بزرگوار شیخ محمد شریف صالحی، خداوند توفیق بده که راه پدر بزرگوارشون رو ادامه بدن و اون مدرسه شیخ که در رمکان هست، اون مدرسه رو پایگاه دعوت محمدی و پایگاه حرکت اصلاحی و پایگاه تعلیم و تعلم دینی انشاءالله باشه و خداوند توفیقاتشو بر این اهالی و مسلمانای این منطقه مستدام بداره و خداوند اخلاق و خلق و جانشینان خوب و بزرگوار و مؤمن و متدین و صالح و مصلح و دانشمندی جایگزین اون فقید بزرگواری که سلف ما بود جایگزین بفرمایند. بگید الهی آمین. 4 تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به مناسبت این پیوند بسیار مبارک و میمون و فرخنده، پیوند 3 برادر بزرگوار به اسامی عبدالقدوس معتمد با خانواده عروس که خانواده گلزاری هست. اینم بگم که عروس این عبدالقدوس حافظ کل قرآن شده و مراسم ازدواجشون رو به تأخیر انداختن تا اینکه همسرش بعد از اینکه عقد کرده بود چند روزی که از قرآن مانده بود کامل بکنه، از بر بکنه، حافظ بشه، تمام بکنه، بعد جشن عروسی رو برگزار بکنن. تبریک میگم به این 2 برادر و خواهر بزرگوار و ارزشمند و به 2 خانواده معتمد و گلزاری. تبریک میگم به برادر بزرگوارم محمد پاکوهی و خانواده حماد که از جوانهای خیلی خوب این جماعت و این گروه سرود و این جوانهایی که این حرکت اصلاحی رو راه انداختن
هستند و از روز اولش بودن و تا امروز هم استقامت کرده. خداوند به همه ما و شما و جوانای ما استقامت نصیب بفرمایند. بگید آمین. تبریک میگم به برادر بزرگوارمون عبداللطیف سرودی و خانواده همسر گرامی ایشان و به همسر و زوجه محترمه ایشان، خانواده خواهر دستخوش. اینها هم از برادران و خواهران فعال این حرکت هستند. خداوند ایشان هم و دو خانواده محترم دستخوش و سرودی مزید توفیق عنایت بفرمایند. بگید الهی آمین. تبریک میگم و تهنیت عرض میکنم به برادرمون عبدالله دستخوش و خانواده و همسر محترمه ایشان سلیمان زاده و دو خانواده سلیمان زاده و دستخوش که جزء این